سلام به همه داداشام. آقا امروز اومدیم یه حالا چند تا موضوع نمیدونم حالا بهش میگیم یه خلاصه بازی بینیم از فینال 2007 یا هم 86 خواهد 2008 دیگه. آره از همون فینال لیگ ملت‌های آسیا 2007 که تیم ملیمون برای اولین بار قهرمان شد، اما بسکتبال. حالا بریم اینو با let's go. نه خب بکنم فینال هم موقع یادم نمیاد نبودم انا من میره خونی سگانه داره حالا از این بر پشمان چیزه آره باید دیگه اجوبهش میکنم جوونشون با حد بده قشنگ یادم نمیدونم مثلا، ولی الان میگه فکر کنم نمیدونم چیه رو خب نوزا خیلی خوب برون خوبه الان جنگ داریم نوزا بگرنه قبلا خیلی خوب بودیم. اول فاز let's go baby. بیهان کنم دهم شد ایران لبنان اول تخت اونه که نمیدونم، من تخت کلا مشکل دارم. پشمان بجا تکلیمش خوشم علی سنتوزی زد چرخش خیلی حیفی گل نسیم میسن خیلی یاد داره. خیلی خوب تمام نه تمام نشد انت بر میره دیگه حمله علی تمام چی بر قهرمانیمون شد یورو. آره مثل 86 یا همون 2007 حالا کلیپ هم شاید بسازم بذارم. خیلی خوب ایران اول شد لبنان دوم شد تو این فینال و کرم با نفره چهارم بازی کردن و سوم تلاش شبیه برونز شده. منطقیه چون پاپیون منطقی و بله. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو بودین. چنل رو ساب کنین ساب کنین دیگه مریض. آره بچه ها یه ویدیو کوتاه هم گذاشتم حالا در مورد تیم ملی امارات ایرانه اما فوتباله، حالا بگم ورزشی کلا پیج یه ویدیو معرفی گذاشتم خوشه بود نبینی خیلی چرته. خب آقا تا ویدیو بعدی بوس به دماغ تک تکتون. خداحافظ.